احمد شریف چادری سخنگوی ارتش پاکستان امروز پنجشنبه 18 صفر در یک نشست خبری اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور موفق به سرنگونی 12 پهپاد هندی در نقاط مختلف پاکستان شده اند. چادری افزود که این پهپادها عمدتاً پهپادهای نظارتی بوده و برخی از آنها احتمالاً هدف تهاجمی داشتند. این پهپادها در شهرهای مختلف از جمله لاهور، گجرانولا، چاکوال، بهاولپور، میانو، کراچی، چور، راولپندی و اتوک شناسایی و نابود شده اند. سخنگوی ارتش پاکستان اظهار داشت که سامانه‌های پدافندی این کشور از جمله سامانه HQ9BP با دقت بالا این پهپادها را شناسایی و منهدم کرده اند. او همچنان این اقدام هند را نقض آشکاری حاکمیت پاکستان توصیف کرده و تأکید کرد که ارتش پاکستان برای پاسخگویی در زمان و مکان مناسب آماده است. بر اساس گزارش روزنامه داون، یکی از پهپادها در نزدیکی فرودگاهی بین المللی علامه اقبال در لاهور ساقط شده.